این منزل پدری لطفالله نظیرمد در یکی از خیابان‌های ناحیه 5 است. 17 سال پیش نظیرمد حیاتوف از دهه داغستان ناحیه شاهین به اینجا کوچ کرده است. او در ساحه فرهنگ ناحیه 5 به حیث مدیر قصر فرهنگ کار میکند. لطفالله نظیرمد 24 ساله همراه پدر و مادرش این منزل را به اجاره گرفته‌اند. لطفالله تابستان سال گذشته دانشگاه شهر باختر را ختم کرده است. هم محله‌هایش میگویند او 7 ماه پیش برای کار به روسیه رفته بود. 7 ماه 8 ماه روسیه رفته. اگر ما هم فهمیدیم که هم خودش بچه باوری نداریم ما بچه فهمید. اجای بچه نبودی. یگان کزا نگاه هم نمی یک گپی دغل هم گپ نمی‌زد. اجای بچه کی نبود. حنیفه جبارова همسایه لطفالله نظیرمد است. با گفته او لطفالله مکتب را با بهای اعلی ختم کرده است. حنیفه میگوید از خبر بازداشت لطفالله خیلی نگران شده است. اگر باور کنیم همون سلیک نکنیم همون بچه در پسر خوب نبود. باوری نداره که بچه هم همون باوری نداره. لطفالله نظیرمد فرزند بزرگ نظیرمد حیاتوف است. یک کارمند حکومت 5 گفت که نظیرمد لطفالله را به خاطر کار به روسیه فرستاده بود. میخواست با کمک پسرش صاحب خانه خود شود. در همین خانه‌ای که ما قرار داریم قلب زدگی است. نظیرمد حیاتوف پدر لطفالله نظیرمد زندگی میکرد. متاسفانه خود پدر لطفالله نظیرمد هم نخواست که همراه ما صحبت کند. روز 28 مارس دادگاه بسمانی شهر مسکو لطفالله را به حبس گرفت. قرار است لطفالله تا 20 می در حبس بماند. حالا اتهام لطفالله از روی ماده انجام عمل تروریستی در هیئت گروه سازمان یافته که باعث مرگ انسان شده است تفتیش می شود. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه 5.